به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام خداوندی که رحمان است و رحیم. خدمت دوستان عرض بکنم، بعضی از دوستا به ما پیام میدادن و یا اینکه بعضی از کسای دیگه به دوستای ما پیام دادن که چرا امام حسین علیه السلام با زن و فرزندشان راهی کربلا میشه و اونجا به شهادت میرسن. چه لازم بود که آقا ابا عبدالله علیه السلام با زن و فرزند و کودکان وارد کربلا بشن؟ خدمت شما از آن عرض بکنم قبل از اینه که آقا ابا عبدالله علیه السلام حرکت به طرف کوفه را شروع بکند، بعضی از مردم مدینه البته از سر خیرخواهی و نیت خیر و نیت نیک آمدن، گفتن آقا جان بهتره که به این راه نرویم، چون مردم کوفه بی‌وفایند. تمام مردم دنیا، تمام مردم اون زمان مردم کوفه را میشناختن، به بی‌وفایی مشهور بودن، اما آنها که کرامت آقا ابا عبدالله علیه السلام را نداشتند و حکمت کار را نمیفهمیدن. اولین سر و اولین راز این بود که پیام عاشورا توسط خانم‌ها و کودکان انتقال یافت. اگر حضرت زینب سلام الله علیها، اگر حضرت رقیه سلام الله علیها و همچنین خانم‌های با غیرت دیگر اگر نبودن، عائله کربلا ختم میشد، به دست فراموشی سپرده میشد. همچنین که شاعر بزرگ ایران آقای شهریار در شعر خود میگه که بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این به حرمتی ها کی روا دارد حسین. خب این از این. و همچنین یک مسئله دیگر رو برای عزیزان بیان بکنم که بذر ظهور آقا امام زمان علیه السلام در روز عاشورا کاشته شد، چون امام زمان علیه السلام زمانی که ظهور میکند در کعبه و در خانه خدا این سخن را میگوید که الا یا اهل العالم انا جد الحسین قتلوه عطشانو، من فرزند حسین هستم، آنچنان حسینی که او تشنه شهید شد. پس این راه پیمایی ها را اگر ما ببینیم، این راه پیمایی های اربعین که حدوداً 30 الی 35 میلیون نفر وارد کربلا میشه، یعنی 35 میلیون نفر واقعا شوخی نیست. بزرگترین جمعیت دینی دنیا مسیحیت است که ببینیم آنها جمعیت راه پیمایی میکنند 9 الی 10 میلیون نفر میشه، یعنی 1/4 از راه پیمایی اربعین. و این را با جرأت میتونیم بگیم که روز عاشورا و واقعه کربلا محصولش امام زمان علیه السلام است. و همچنین در این که آقا ابا عبدالله علیه السلام چرا خانم‌ها رو بردن، اصرارهای زیاد است، سرها و رازهای زیاد است که یکی از نمونه‌هایش رو ما عرض کردیم. البته تمام سرهایش تا هنوز کسی نتونسته کشف بکنه. این مربوط میشه به زمان ظهور آقا امام زمان علیه السلام که اون زمان تمام سر و اسرار قیام امام حسین علیه السلام برای جهانیان بازگو خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.